به نام خدا و با عرض سلام وارد بخش بعدی از مثال آماده ارزیابی چرخه عمر در نرم افزار سیماپرو خواهیم شد، جایی که ما میخوایم LCI یا همون سیاهه انتشار رو با هم دیگه بررسی کنیم تا ببینیم میزان بار و حالا آلودگی که وارد محیط زیست میشه چقدر هستش. خب ما در اینجا با توجه به موارد موجود روی دکمه کلیک میکنیم تا برای ما این جدول حاصل بشه. خب میبینید که تمامی اون مواردی که وارد محیط زیست میشن برای ما برای مثال استون رو میبینیم که وارد هوا میشه و برای ما مشخص شده. و حالا اگر بخوایم به طور کلی ببینیم برای ساخت این دستگاه قهوه ساز حدود 566 عدد مواد آلاینده و حالا انتشار به محیط زیست وارد میشه که برای ما قابل مشاهده است. برای مثال اینجا میتونیم اینجا محدودیت ها رو انجام بدیم. از این قسمت میبینیم که مواد خام داره، مواد مربوط به از این قسمت میتونید محدودیت ها رو ببینید. میبینید که مواد خام داره، مواد مربوط به آلودگی و انتشارات به هوا داره که برای مثال روی این کلیک میکنیم تا ببینیم اوضاع به چه صورت هست. خب برای مثال این استون رو در اینجا مشاهده میکنیم که میبینیم در دسته‌بندی آلودگی به هوا هست. مجموع شده 1.16 میلی گرم که سهم هر کدوم از 4 بخشی که ما دیدیم اونجا، حالا چه بخشی بودن، بخش بدنه اون قهوه بود که سیما بود و پلاستیکی که بود و حالا یه خوردم آلومینیوم توش داشت. بخش بعدی رو میبینیم که اون قطعات ریز و درشت بودن، کابل ها و به نوعی اون گلس و حالا اون کاپ رو میبینیم که به ترتیب قابل مشاهده است. حالا برای فرض مثال ما میتونیم گزینه رو بزنیم تا نتایج رو به صورت عددی و درصدی برای ما نشون بده. میبینید که از مجموع 100% 36% سهم بدنه بوده استون، 4% سهم کاب و حالا 46% سهم این مورد بوده و حالا بقیه موارد که قابل مشاهده هستند تا ببینیم چقدر وارد هوا شده. مورد بعدی رو برای مثال میتونیم اینجا با هم دیگه نگاه کنیم. برای مثال آلودگی هایی که وارد خاک میشه و حالا میتونیم روش کلیک کنیم تا ببینیم به چه صورت هست. حالا ما اینجا درصد رو هم فعال کردیم. میبینیم که مواردی که وارد خاک میشه 16 مورد هست و یکی از اون گزینه‌ها آلومینیوم هست که بیشترین مربوط به همون بدنه هست. در قسمت بعدی این بحث میبینیم که مواد رادیواکتیو که ما اون رو تعریف نکردیم براش، مواد رادیواکتیو رو ما براش تعریف نکردیم. بحث سوشیال و حالا اکونومیک که در موارد پایداری هست اما توی این موضوع وجود نداره. به طور کلی میتونیم روی این قسمت وقت زیادی بذاریم و بقیه رو داشته باشیم. خب این هم میبینید اون شاخص ها رو مشخص میکنه و این موارد دیگه هم که با هم سلکت کردیم اگر روی هر کدوم از اینها بزنیم بر اساس اون موارد سورت میشه و نمایش به اون صورت در میاد که اگر روی اون بزنیم بر اساس حروف الفبا خواهد بود. مورد بعدی که میتونیم با هم دیگه مشاهده کنیم بحث لانگ ترما هستن. لانگ ترما بیشتر برای مواردی هستن که رادیواکتیو هستن و در نرم افزار سیماپرو مربوط به اون فرآیندهایی هستن که بیش از 100 سال طول میکشه و حالا اگر این رو بزنیم اتفاقی که برای ما میفته اکسکلود میکنه و ممکنه اونها رو کم کنه که حالا در این گزینه وجود نداشت. میتونیم با این بخش خیلی آشنا بشیم. پیشنهاد میکنم شما هم این بخش رو مرور کنید برای خودتون که چه چیزهایی هست توی هر نوع LCA که میگید. البته این LCA که ما اینجا گرفتیم اگر خاطرتون باشه تیک اول رو زدیم که فقط برای تولید قهوه ساز هست و حالا کل چرخه عمر رو ما در نظر نگرفتیم و حالا این هم قسمت کاتافی هست که اینجا غیر فعال هستش. این مواردی هست که ما اینجا با هم دیگه دیدیم و میتونیم داشته باشیم. حالا ما میتونیم از این مرحله عبور کنیم و گزینه نکست رو بزنیم. خب این بخش میگه که حالا شما این مورد رو مشاهده کردید و میتونید وارد LCA بشید. یعنی چی؟ یعنی اون تبدیل هایی که با استفاده از متدها انتخاب میکنه. یعنی چی؟ یعنی حالا ما میخوایم ببینیم که این مواردی که وارد محیط زیست شدن هر کدوم از این ماده ها حالا به چه نوعی وارد محیط زیست برای محیط زیست بار ایجاد میکنه، بر خاک، بر هوا و حالا اون بحث گرمایش زمین که به نوعی به آلوده شدن موارد دیگه و حالا مثلا آلودگی‌هایی که به خاک هست و سهمی که منابع طبیعی آلوده میکنه به انسان‌ها آلودگی میرسونه چقدر هستش. این موارد میمونه برای درس بعد که من در ادامه خدمتتون توضیح خواهم داد. پس در ادامه با ما همراه باشید. مجدد پیشنهاد میکنم این بخش رو یک بار دیگه برای خودتون مرور بکنید تا مشکلی نباشه. با تشکر از شما.